اسم مادرش رو میدونی؟ اسم خودش، اسم مادرش. این چیزی که من میگم بپاشی روش ریزولو کتونشم بهتره، چون کتونه دیر به دیر میشورن. خب یعنی الان جدا شد من 3 تومنشو برنه اول برنه میگیرم، بقیه کار انجام شد آخر کار همش میگیرم. جملن موکلانن، کار موکلانن. متوجه میشی؟ سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من کیوان و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستان این ویدیو یه مقدار متفاوت هستش. با داداش کوچیکم رامین داریم میریم یه جایی، اونجا میگن که یه دعانویس هست که کارهای شیطانی انجام میده، طلسم و اینجور چیزا رو انجام میده و خیلی هم مشتری داره. میخوایم با هم دیگه بریم اونجا ببینیم واقعا این شخص داره این کار انجام میده یا نه. با رامین میخوایم اینطوری، همینطوری که من این گوشی رو گرفتم، به صورت مخفی ازش فیلم بگیریم. اگه لو بریم که لو رفتیم، اگه لو نریم که یه ویدیو خوب برای شما عزیزان ضبط میکنیم. دوستان من تا حالا ویدیو این سبکی اصلا نگرفتم. قبلا یه بار یه فالگیری رو سر کار گذاشته بودم، فقط اونه. این ویدیو به صورت مخفی فیلم گرفتن و تا حالا انجام ندادم. میریم با هم دیگه انجام بدیم با داداش کوچیکم، ببینیم میشه یا نه. اگه بشه، اگه شما عزیزان ویدیو رو دوست داشته باشین لایک کنین، بازم ویدیوهای این سبکی براتون درست میکنم. خونه دعانویسای دیگه میرم. خیلی داره شلوغ میشه. رامین بریم مسیر رو پیدا کنیم ببینیم دقیقاً کجاست این خونه. رامین گفتن تا این خیابون ایناش دیگه پارک مانه اینجا دقیقاً اینجا. ببین یه چیزی بگم، این ماشینا همین مشتریاشن ها. باور کن. سلام آقا، حالت خوبه؟ سلام علیکم. سلام. السلام. کارتون چیه؟ راحت؟ من یه شخصی هستش نامزد داره، بعد من اونو دوستش دارم، این دختره رو. نمیدونم همچین کاری رو انجام میدین یا نه. الان دو دلم بهتون بگم یا نه. این راحت باشی. میخوام از نامزدش جدا بشه، بعد با من باشه. همچین چیزی رو میتونین انجام بدین شما؟ این دختر باید نسبتی داره پسرم؟ نه هیچ نسبتی نداره. خب اسم مادرش رو میدونی؟ اسم خودش، اسم مادرش؟ اسم خودشه که میدونم، نازگله. مادرش؟ اسم مادرش هم لیلا. آره لیلا صداش میکنه. دسترسی داری بهش؟ یعنی چی دسترسی دارم بهش؟ یعنی میتونه بهش نزدیک بشی، یه چیزی بدم بپاشی رو بدنش؟ نمیتونم. این جایی که هستش، یعنی ما توی محله زندگی میکنیم، منم هیچ آشنایی ندارم که نزدیکش بشه. همچین کاری که شما میگید. بعد این کار برای چیه؟ چیزی نیست، اونو ولش کن. میتونی یه تارمو ازش بکنی بده بیان؟ یه تارمو؟ میگم اصلا نمیتونم. خواهر مادرم کسی هم نمیتونه نزدیکش بشه. میگم هیچ آشناییتی نداریم ما با هم. باید یه کاری کنیم سلمان. ماکس یا کلاه بکشی صورت این چیزی که من میگم بپاشی روش، ریزولو کتونشم بهتره، چون کتونه دیر به دیر میشورن. تا اون بیاد کتونشه بشوره ما کار خودمون کردیم. خب این چیزی که میریزم روش به این صدمه این چیزی نمیزنه؟ نه پسر جان، آب معمولی. ما یه چیزی خوندیم، خود کردیم توش، میریزه هیچ آسیبی هم نمیزنه. نمیدونم این کار رو انجام بدم یا نه. آب معمولیه، طلسم توش کنده شده، هیچیش نمیشه، نترس. خب الان باید چی کار کنی؟ دقیقا شما کاری قرار نیست میکنید، همه کار رو من انجام میدم. این دعا سهره، آب میپاشی لباسش رو کتونیش، بعد اون دختره از پسر بدش میاد، چهرش براش زشت میشه، زشت میبینتش، اینقدر اذیت میشه تا مجبور میشه جدا میشه. وقتی جدا شدن تو متوجه شدی که جدا شدن، اون وقت خبرش رو من بده
طلسم محبت بنویسم، اون وقت میدم به تو، اون دیگه بقیه‌اش انجام میشه خودش. خب یعنی الان جدا شد، من بیام اینجا به شما بگم شما یه چیزی بدی من ببرم بدم بهش؟ حالا دیگه خب چجوری بدم بخوره؟ آشنات مادر خواهر کسی رو داری، میتونن به اسم شربت، به اسم نذری، خیرات بدن به خوردش بخوره دیگه، بخوره دیگه انجام میشه. خب یعنی این کارت واقعا جواب میده؟ آره پسر جان، من برای 100 نفر این کارو کردم، خیالت راحت باشه جواب میده. دلم نمیاد آسیبی بهش بزنه. آسیبی بهش زده نمیشه؟ چه آسیبی؟ یه چیز خوردنی میخواد بخوره دیگه. خب آخه این کار من نشد چی؟ ببین پسر جان، اگه این چیزهایی که من میگم خوب گوش کنی، عمل کنی، همه چی درست میشه. برو ببین اسمی که گفتی نازگل چیه؟ ببین نازگل اسم واقعا اسمش همونه، شناسنامه‌ش هم همونه، اسم مادرش همونه. نترس، اینقدر تلفن نداشته باش. پس شما میگین 100% این جادو عمل میکنه؟ 100%. تجربی داری میگین دیگه؟ تجربیه، ما این کار رو انجام دادیم، خلوالله نیستیم که. تو به خاطر چی دو دلی؟ به خاطر پول؟ من پول الان نمیگیرم، فقط الان بیانه میگیرم. الان ازت یه بیانه میگیرم، نصف کار انجام شد نصف پول رو میگیرم، کار تموم شد همه پول رو میگیرم. خب اینطوری خوبه. ببخشید حالا من اینطوری میپرسم و این هزینه‌اش چقدره؟ من کارگرم، درآمد اونچنانی ندارم، یعنی بخوام که مثلا پول زیادی بدم. خیلی ها برای این کار 100 میلیون میگیرن، ولی من برای این کار چیزی ازتون نمیگیرم. 20 تومن میشه، 20 تومن میشه، 3 تومنشو بیانه، اول بیانه میگیرم، بقیه کار انجام شد آخر کار همش میگیرم. یعنی اول یه 3 تومن باید کی میگیرین؟ الان باید بعد مرحله اول انجام شد چقدر باید بدم؟ 10 تومن. کار کامل شد 20 تومن. 20 تومن کار کامل شد. 20 تومن درآمد 2 ماه من، ولی ارزشش داره. فقط ببخشید از رو کنجکاوی میپرسم، این کارا رو با چی انجام میدین؟ برای چی میخوای بدونی؟ همینطوری خواستم فقط بدونم چجوری انجام میشه. چه کارت میاد؟ همینطوری بپرسیدم فقط. پسر جان کنجکاوی نکن، این کار آدمیزاد نیست. کار آدمیزاد نیست؟ یعنی کار موکل و جن و قریه زیاد تو برش نرو. اینا رو تو کار رو به ما بسپار، بقیه چیزا رو دخالت نکن. فقط میخوام بدونم جادوه چجوریه؟ پسر جان اینا جادو نیست، موکلانه، جنن، موکلانه، کار موکلانه. متوجه میشی؟ بله میدونم، موکل شنیدم. من یه طلسم می‌نویسم میندازم تو آب، یه شب تو آب میمونه، من فردا طلسم رو ور میدارم، آب خالی میمونه، آب خالی رو بهت میدم، تو میبری میریزی رو لباس دختره. آخه میگم دختره چیزیش نشه، من واقعا دوستش دارم، میخوام باش ازدواج کنم. دختره چیزیش نمیشه، اون موکل طلسم فکر دختره رو تغییر میده، باعث میشه دختره پسر بدش بیاد، فکرش عوض میشه، حالش ازش به هم میخوره. خب بعدش چی میشه؟ بعدش جدا میشن دیگه، جدا میشن، من یه طلسم محبت می‌نویسم برات، میبری به خود دختره میدی، دختره عاشق تو شه. خب این چیزی که میگیم خوبه، چیکار کنیم امید؟ خب بعد از اینکه ازدواج کردی طلسم از بین نمیره؟ یعنی مثلا اینجوری نیست از بین بره؟ نه، طلسم‌های محبتی که من می‌نویسم تا آخر عمر هست، تو همیشه به چشم اون مرد رویاهاش میشی. خب الان باید چیکار کنیم ما؟ الان کاری نمونده انجام بدیم، صحبت همونو کردیم. الان شما لطف کنیم بیانه رو بدید. چجوری وقت انجام کنه خب؟ شماره کارت میدم بهتون. آها باش. اینی که رو صفحه نوشتیم؟
آره همونجا نوشتم بانک ملی. بس مرحله اول انجام شد، ما نصفشو میدیم، یعنی 10 تومن میدیم، درسته؟ 7 تومن دیگه من میدم به شما. 7 تومن دیگه باید بدیم مرحله اول، میمونه 10 تومنش هم کار انجام شد میدیم. خب الان من این نوبر از شما باید بگیرم ببرم بریزم دختره؟ الان نه، شنبه بیام بگیریم؟ شنبه بیام بگیریم. شنبه میام میگیریم. باشه، خیلی ممنونم ازتون، منو به عشقم میرسون، دستتون در نکنه. خیلی ممنون که این زحمتی کشیدین برام. خواهش میکنم. خیلی این کار رو انجام میدم، 100 تومن 200 تومن میگیرم، ولی من فقط میخوام کار شما راه بیفته. خیلی ممنونم از شما. فقط من الان از کجا بدونم؟ من خودم جادو نیستم، از کجا باید بدونم؟ میخوای نگاه کنم؟ باشه، اگه نگاه کنید ممنون میشم. اسم کوچیکت چیه؟ اسم من کیوان. اسم مادرت؟ اسم مادرم نه پسر جان، طلسم نیستی. یعنی جادویی، طلسمی چی ندارم؟ هیچی نداره، فقط اسمت خیلی سنگین شده. یعنی چی؟ یعنی تفریحی اظهار روح میکنی با دوستات؟ نه پسر جان، این همه تو عالم جنیان سرک نکش، اینا صبرشون زیاده، یه روزی میان سراغت که نمیشه کاری کرد. نه من کاری آخه نکردم، حالا نمیدونم چرا اونجا نشون میده. اسمت هست، اصلا کار تو چیه؟ کار من فیلم برداری میکنم، جایی که فیلم برداری ازش بشه میرم فیلم برداری میکنم. فیلم برداری عروسی؟ عروسی، جشن و این چیزا دیگه. عروسی بود دعوت کنیم یه فیلم برداری کنی؟ آره دیگه، عروسی آدم باشه میام، عروسی جن باشه نمیام. بس حتما صدات میکنم عروسی. چشم توی چشم شما صدا کنیم، من خدمت میرسم، فیلم برداری میکنم برات. خواهش. با اگه یکی نتونه بیاد پیش شما، از کجا بفهمید که طلسم یا جادویی شده؟ نشونهایی داره. نشونهاش چیه؟ مثلا موهاش بدون دلیل پزشکی میریزه، بدنش کوفته و خسته میشه، عضله‌هاش میگیره، استفراغ میکنه، شکمدر دل درد میگیره. من یه دونه رفیق دارم آقا، این مادر زنش خیلی توی زندگی شخصیش دخالت میکنه، همش تو کار خودش و خانومش دخالت میکنه. اینو میشه کاری کرد بگم مثلا بیاد پیش شما؟ آره بگو بیاد، من برای مادر زنش درمون بند میزنم که دیگه تو زندگی اونا دخالت نکنه. ضرری براش نداشته باشه هیچ پیرزن؟ ضرری نداره. باش، ما میگیم میاد. خب بچه‌ها، رامین داره میگیره اینجا رو، ما بریم از اینجا. الان شما توی کامنت ها به ما بگین من از این شخص الان شکایت کنم، به پلیس زنگ بزنم راپورتشو بدم چون 3 میلیون از من پول گرفته، خب؟ یا اینکه نه بگم که بیخیال شیم دیگه. شما توی کامنت ها هرچی بگی من همون کارو میکنم. هر کی بیشترین نظر رو داده باشه که مثلا آقا شکایت کن، بذار پلیس بفهمه این یارو چقدر نامرده، چه کار بدی میکنه علیه مردم، یا اینکه نه بگین که اصلا نگیر. هرچی شما بگین، قید 3 تومن هم بزنم، هرچی شما عزیزان بگین من همون کار انجام میدم.